درود بر شما دوستان عزیز. به مینو نامک خوش اومدین. اینجا جاییه که افسانه‌های کهنمون دوباره زنده میشن. توی این سفر با هم وارد دنیای اسطوره‌ها و دیوهای ایران باستان میشیم. از روشنایی اهورامزدا تا تاریکی انگرمینو. از اسطوره‌های باشکوه تا سایه‌های فراموش شده. اگه دنبال رمز و رازهایی هستی که قرنها تو دل این سرزمین خوابیدن، اگه میخوای بدونی که دیوان چه بودن، ایزدان چه میخواستن و چه نبردی همیشه در جریان بوده، جای درستی اومدین. فراموش نکنین که کانال رو سابسکرایب کنین و اگه از این ویدیو لذت بردین لایک و کامنت یادتون نره. خب دوستان، بدون فوت وقت بریم سراغ بخش نخست تحلیل کتاب بندهش، یعنی سرآغاز. اول از روی متن میخونیم و بعد تحلیلش رو انجام میدیم. هان زندآگاهی نخست درباره آفرینش آغازین هرمز و پتیارگی اهریمن، سپس درباره چگونگی آفریدگان مادی از آغاز آفرینش تا فرجام است، همان گونه که از دین مزدیسنان پیدا است، سپس درباره آنچه که جهان دارا است با گزارش چهی و چگونگی آن. به بهدین آنگونه پیدا است که هرمزد فرازپایه با همه آگاهی و بهی زمانی بیکرانه در روشنی می بود. آن روشنی گاه و جای هرمزد است که آن را روشنی بیکران خوانند. آن همه آگاهی و بهی را زمانی بیکرانه است، چون هرمزد و گاه و دین و زمان هرمزد بودند، هستند و خواهند بود. اهریمن در تاریکی به پسدانشی و زدارکامگی ژرفپایه بود. او را زدارکامگی خیم و آن تاریکی جای است که آن را تاریکی بیکران خوانند. میان ایشان تهیگی بود که وای است که آمیزش دو نیرو بدو است. خب بخش اول داره توضیح میده که قبل از آغاز آفرینش وضعیت به چه گونه بوده. با توجه به توضیحی که داده منظور رو میرسونه که هرمزد یا همون اهورامزدا که بعداً نام گرفت در آغاز خلقت در روشنی بیپایان به سر می برد که زمان بیکرانه بود، یعنی اصلا زمان معنایی نداشت اونجا، و اهریمن در تاریکی به پسدانشی به سر می برد. منظور اینه که اهریمن نادان بود و در جایی به نام تاریکی بیکران به سر می برد و اون هم زمان نداشت. میان ایشان تهیگی بود که وای است که آمیزش دو نیرو بدو است. هر دو ذات کرانمندی و بیکرانگی اند. آنچه فرازپایه است آن را روشنی بیکران خوانند که به سر نمی رسد. ژرفپایه آن تاریکی بیکران است و آن بیکرانگی است. در مرز هر دو کرانمندند، زیرا میان ایشان تهیگی است، به یکدیگر نپیوستند. منظور اینه که هر دو ذات، یعنی هم اهریمن و هم هرمزد، هم کرانمندن، یعنی اینکه هم به انتها نمیرسن و هم یعنی به انتها میرسن و هم بیکرانن. منظور اینه که به اشاره‌ای که به وای هست که آمیزش دو نیرو بدو است، منظور اینه که هر دو از یک طرف، یعنی هم روشنایی از یک طرف و هم تاریکی از یک طرف، بیکرانن، تا ابد ادامه دارن و از یک جا که به هم میرسن اون وای تهیگی بینشون باعث میشه که اونها از اونجا محدود شده باشن. دیگر این که هر دو مینو به خیشتن کرانمندند و دیگر این که به سبب همه آگاهی هرمزد هرچه در دانش هرمزد است کرانمند است، زیرا آن پیمان هر دو مینو را میداند که همانا پادشاهی کامل آفریدگان هرمزد به تن پسین است، جاودانه، و آن بیکرانگی است. آفریدگان اهریمن بدان زمان از میان روند که تن پسین باشد و آن نیز کرانمندی است. منظور اینه که هر دو مینو، یعنی هم هرمزد و هم اهریمن، به خودشون آگاهی دارن و اینکه به سبب همه آگاهی هرمزد، یعنی دانش کامل هرمزد، میدونه که پیمانی که از اول خلقت با اهریمن بسته، میدونه که پادشاهی کامل آفریدگان هرمزد در آخرت اتفاق میفته و جاودانه خواهد بود و آفریده های اهریمن، یعنی دیوها و سایر، زمانی از میان میرن که باز آخرت اتفاق میفته و اون هم کرانمندیه، یعنی محدود بودن.
هرمز به همه آگاهی دانست که اهریمن هست، برتازد و جهان را به رشکامگی فرو گیرد و چگونه از آغاز تا فرجام با چه و چند افزاران بیامیزد. پس او به مینویی آن آفریدگان را که برای مقابله با آن افزار در بایست فراز آفرید. 3000 سال آفریدگان به مینویی ایستادند که بی اندیشه، بی حرکت و ناملموس بودند. اهریمن به سبب پسدانشی از هستی هرمزد آگاه نبود. سپس از آن ژرفپایه برخاست، به مرز دیدار روشنان آمد. چون هرمزد و آن روشنی ناملموس را دید، به سبب زدارکامگی و رشک‌گوهری فراز تاخت، برای میراندن تاخت آورد. سپس چیرگی و پیروزی فراتر از آن خویش را دید و باز به جهان تاریکی تاخت. بس دیو آفرید، آن آفریدگان مرگاور مناسب برای نبرد با هرمزد را. خب داستان داره جالبتر میشه. داره میگه که هرمزد با دانش کاملی که از اول داشت میدونست که اهریمن توی تاریکی وجود داره و یک زمانی میاد و دنیا رو تلخ میکنه با حضور خودش. پس به حالت مینویی، یعنی به حالت روحانیت، اون آفریدگان را که برای مقابله با آن افزار در بایست، یعنی منظور اینه که آفریده های آفرید که برای مقابله با اهریمن شایسته باشن، آفریدشون. و 3000 سال این آفریدگان به مینویی ایستادند، به حالت روحانی 3000 سال موندن، بی اندیشه، بی حرکت و ناملموس. اهریمن اما چون ناآگاه و نادان بود، به سبب پسدانشی از هستی هرمزد آگاه نبود، نمیدونست که در اون قلمرو نور هرمزد وجود داره، پیش بینی نمیتونست بکنه. از اون ژرفپایه برخاست و به مرز دیدار روشنان اومد به نزدیکی مرز نور. وقتی که هرمزد و اون روشنی رو دید، به سبب اینکه حسادت داشت و بدی توی وجودش بود از همون اول و بد بود، یعنی اصل بدی و تاریکی بود، برای نابود کردن روشنایی تاخت آورد، یعنی حمله کرد. و باز دید که متوجه شد که نمیتونه با این وضعیت انجام بده اون کار پلید خودش رو. پس برگشت به جهان تاریکی و دیوها رو آفرید. آن آفریدگان مرگاور مناسب برای نبرد با هرمزد را، یعنی کیا رو؟ اکومن، اندر، ساوول، نایکیاس، تایریچ، زایریچ و آیشما. حالا که در جلوتر خواهیم گفت که اول کمال دیوان بودن که خلق شدن، یا کمالگان یا کماریگان. پارت پنجم میگه که هرمزد چون آفریدگان اهریمن را دید، آن آفریدگان سهمگین، پوسیده، بد و بد آفریده را پسندش نیفتاد و ایشان را بزرگ نداشت. پس اهریمن آفریدگان هرمزد را دید، او را پسند افتاد. آفریدگانی بس ژرف، پیروز و همه آگاه، آن آفرینش هرمزد را بزرگ داشت. آنگاه هرمزد با دانستن چگونگی فرجام کار آفرینش به پذیره اهریمن آشتی برداشت و گفت که اهریمن، بر آفریدگان من یاری بر، ستایش کن تا به پاداش آن بیمرگ، بی پیری، نافرسودنی و ناپوسیدنی شوی. آن را علت این است که اگر نبرد را نیاغازی، خود را از کار نیفکنی و ما را هر دو سودآوری ها خواهد بود. اهریمن گفت که نبرم بر آفریدگان تو یاری و ندهم ستایش، بلکه تو و آفریدگان تو را نیز جاودانه بمیرانم و بگروانم همه آفریدگان تو را به نادوستی تو و دوستی خود. آن سخن را گزارش این است که اهریمن پنداشت که هرمزد در برابر او بیچاره است و بدین روی آشتی پیش آورد. نپذیرفت، تهدید نیز فراز برد. داره میگه که هرمزد وقتی که آفریدگان اهریمن، یعنی اولین دیوها، کمالگان دیو رو دید و وقتی دید که چقدر بد قیافه و بد آفریده هستن، خوشش نیومد، اصلا اهمیتی بهشون نداد. ولی اهریمن وقتی آفریدگان هرمزد را دید، یعنی امشاس پنتاس رو، اولین آفریده های اهورامزدا رو، به شدت خوشش اومد، چون که دید که اونا پیروز و همه آگاه و ژرف هستن. و هرمزد با آگاهی و پیشبینی دقیقی که داشت، چون علت، یعنی اصل دانش و آگاهی بود، گفت که میدونست، با اینکه میدونست که در آخر چی خواهد شد، به اهریمن پیشنهاد آشتی داد. گفت که به آفریدگان من کمک کن، ستایششون کن که به پاداش اون
جاودانگی بهت بدم، بی مرگ بی پیری، و این کار رو اگه بکنی برای هر دومون به نفع هر دومونه. اهریمنم از سبب نادانیش گفت که و من نبرم بر آفریدگان تو یاری و ندهم ستایش، بلکه تو و آفریدگان تو را نیز جاودانه بمیرانم. یعنی این که منظورش اینه که نابود میکنم همتون رو و به اون چیزی که تو میخوای رو انجام نمیدم و بگروانم همه آفریدگان تو را به نادوستی تو و دوستی خود. یعنی که همه آفریدگان تو رو میارم طرف خودم. و منظور اینه که گفت که اهریمن فکر میکرد که هرمز خیلی بدبخته چون نادان بود و فکر میکرد که هرمز چون که بیچاره هستش و ناتوان هستش این پیشنهاد آشتی رو داده، برای همین تهدیدش هم کرد که اشتباه هم کرد. حالا گویا پارت 6 میگه که هرمز گفت که ای اهریمن، هر کاری از تو بر نیاید که تو مرا نتوانی میراندن و آفریدگان مرا نیز چنان نتوان کردن که به تملک من باز نرسند. پس هرمز به همه آگاهی دانست که اگر او را زمان کارزار تعیین نکنم آنگاه تواند کردن بر آفریدگان من همان گونه که تهدید فراز برد و نبرد و آمیختگی همیشگی خواهد شد و او را توانایی خواهد بود در آمیختگی آفرینش نشستن و آن را از آن خویش کردن، همان گونه که اکنون نیز مردم در این دوران آمیختگی بسیارند که گناه بیش ورزند تا نیکویی که کام اهریمن بیش می‌ورزند. هرمز به اهریمن گفت که زمان کن تا کارزار را بدین پیمان به 9000 سال فراز افکنیم، زیرا دانست که بدین زمان کردن اهریمن را از کار بیفکند. آنگاه اهریمن به سبب نادیدن فرجام کار بدان پیمان همداستان شد و همان گونه که دو مرد هم نبرد زمان فراز کنند که ما بهمان روز تا شب کارزار کنیم. هرمز نیز این را نیز به همه آگاهی دانست که در این 9000 سال 3000 سال همه کام هرمز رود، 3000 سال در آمیختگی کام هرمز و اهریمن هر دو رود و بدان فرجامین نبرد اهریمن را ناکار توان کردن و پتیارگی را از آفرینش باز داشتن. پس هرمز اهونور را فراز سرود، چون یثا اهو ویریو 21 واژه‌ای را بخواند، فرجام پیروزی خیش و از کار افتادگی اهریمن و نابودی دیوان و رستاخیز و تن پسین و بی پتیارگی جاودانه آفرینش را به اهریمن نشان داد. اهریمن چون از کار افتادگی خیش و نابودی همه دیوان را دید، گیج و بی‌حس شد و به جهان تاریکی باز افتاد. آنگونه در دین گوید که چون 1/3 آن سرود خوانده شد، اهریمن از بیم تن در کشید. هنگامی که 2/2 آن خوانده شد، اهریمن به زانو در افتاد. هنگامی که به کمال خوانده شد، اهریمن از ناکاری کردن به آفریدگان هرمز باز ماند و 3000 سال به گیجی فرو افتاد. خب تحلیلش کنیم. داره میگه که هرمز گفت که اهریمن، هر کاری از تو بر نمیاد، یعنی تو همه کاری که نمیتونی بکنی، تو نمیتونی منو بکشی و کاری کنی که آفریدگان من به تملک من یعنی به من بر نگردن. بعد میگه که هرمز فکر کرد، گفت که خب اگه من برای این بیام زمان جنگ تعیین نکنم، اون موقع ممکنه بیاد و قدرت بگیره و اون کارایی رو که میگه شاید بتونه انجام بده. پس میگه بهش گفت که بیا 9000 سال با هم زمان جنگ تعیین بکنیم، از اون بی زمانی وارد زمانمندی بشیم، زمان بندی بشیم. حالا چون میدونست که با زمان بندی کردن اهریمن از کار میفته، پس اهریمن هم چون که خب پیش بینی نمیتونست بکنه آینده رو و فرجام کار رو نمیتونست ببینه، گفت که خب باشه بیا زمان تعیین بکنیم. هرمز هم اینو میدونست که در این 9000 سال 3000 سال اول همش دوران هرمزه، 3000 سال دوم در آمیختگیه، یعنی هر دوتا جنگ هر دوتا شدت میگیره و 3000 سالگی دوم 3000 سالگی سوم در واقع اهریمن ناکار میشه و از کار میفته و دیگه قدرتی نخواهد داشت. بعد میگه که هرمز میاد نیایش اهونور رو میخونه که البته فکر میکنم این نیایش اهونور بود، ولی حالا اهونور هم احتمالاً من اشتباه میکردم.
و میگه که وقتی که اهریمن این سرود اهونور رو شنید که اهورامزدا خوند، بیهوش شد. 1/3 اولش رو که خوند حالت مثل این که مثلا ترسیده باشه گرفت و تن در کشید، خودشو کشید عقب. 2/3 یعنی 2/3 رو که خوند به زانو افتاد و وقتی که کامل خوندش 3000 سال به گیجی در قعر تاریکی فرو افتاد. و چون که دید که در آخرالزمان و در انتهای کار خودش و آفریدگانش نابود میشن و دوران هرمز دوباره مثل همون زمان مینویی دوباره خواهد بود. خب دوستان، از اینجا بعدش رو من براتون به حالتی میگم که دیگه از روی متن نمیخونم، فقط تحلیلش میکنم. داره میگه که هرمز پیش از آفرینش خدا نبود، بعد از آفرینش شد خدای خوبی ها و ضد بدی و نگران همه. و داره میگه که نخستین آفرینشی را که بخشید، خودی بخشید، نیکو روشی بود، یعنی همون وهومن. و میگه که هرمز به روشنبینی دید که اهریمن هرگز از پتیارگی نگردد، یعنی اهریمن هرگز به خوبی بر نمیگرده، یعنی هیچ وقت خوب نخواهد شد و اون پتیارگی اهریمن هم جز به آفرینش از کار نیفتد و آفریدگان را جز به زمان رواج نباشد، اما اگر زمان را بیافریند آفریدگان اهریمن نیز رواج بیابند. یعنی منظورش اینه که اگر زمان را بیافرینه میتونه محدود بکنه آفرینش اهریمن رو. گفته میشه که برای از کار انداختن اهریمن زمان رو خلق کرد و بنابراین زمان درنگ خدای خلق شد که زمان کرانمندش هم خوانند، یعنی بهش میگن زمان کرانمند هم میگن. در ادامه میگه که چون هرمز آفریدگان را بیافرید، زمان درنگ خدای نخستین آفریده بود که او را فراز آفرید. منظورش اینه که زمان رو کرانمند کرد، یعنی محدودش کرد و از آغاز آفرینش تا انتهای آفرینش در به اندازه 12,000 سال زمان خلق کرد که کرانمند کرد زمان رو، یعنی در واقع. و در ادامه هم میگه که زمان از هر دو نیرو، از هر دو مینو قوی تره. و البته این یک اشاره هم به زوروانیسم داره که معتقدن که زوروان پدر اهورامزدا و اهریمن بوده، یعنی همون زمان، زوروان همون زمان هست که حالا بماند اون داستان، بعداً انشاءالله توضیح میدیم. و در ادامه هم میگه که هیچ کس از زمان نمیتونه فرار بکنه، که راست هم میگه. و داره میگه که هرمز تن آفریدگان مینوی خودش رو مثل آتش روشن سپید آفرید و خیلی زیبا و نورانی طور آفرید. و بعد داره میگه که دومین موجودی که خلق کرد وای درنگ خدای بود که به یاری اون آفرینش رو ادامه داد. و اهریمن هم بیکار ننشست، اونم اول اومد دیوان رو خلق کرد و ورن بد رو خلق کرد که یکی از دیوان حساب میشه البته بعدن. و گفته شده که زمان درنگ خدای برای تعیین و انصاف رعایت کردن بین هر دو خدا اومد 365 روز سال رو به 2 قسمت کرد، نصفش رو تاریک و نصفش رو روشن، شب و روز. و گفت که آفرینش هرمز به خدایی و دستوری، دادمندی و برترپایگی به آسایش ایستاد. و اینجا باید یک پرانتز داشته باشه، اما آفرینش اهریمن به سلطه، ستمگری و گناهکاری و فروپایگی به دشواری ایستاد. و بعد گفته میشه که هرمز امشاسپندان رو خلق کرد، 6 سروری که برای هستی خلق کرد تا بدی رو نابود بکنن. و گفته میشه که اول آفرینش مینویی انجام داد، بعد مادی، چرا که خودش هم همین جوریه، خود هرمز اول مینویی بعد مادی. و داره میگه که 6 تا بودن اونها اول، 7مینشون خود هرمز بود. و گفته میشه که پس از آفرینش وای درنگ خدای از امشاسپندان نخست بهمن را فراز آفرید، همون وهومن، یعنی روش نیک، همون میشه گفت کردار نیک در واقع. و گفته شده که
و هومن یا همون بهمن همه اون چیزی رو که تا آخر زمان بر آفریدگان میرسه و اتفاق میفته میدونه. حالا به ترتیب ادامه میده. بعد اردیبهشت، بعد شهریور، بعد سپندارمذ، بعد خرداد و امرداد. هفتم خود هرمزد، یعنی الان داره ترتیب میگه نه اینکه بگه خودش رو بعد خلق کرد. هشتم راستگویی، نهم سروش پرهیزگار، دهم ماراسپند، یازدهم نریوسنگ، دوازدهم رد بلند رتوبرزیت، سیزدهم رشن راست، چهاردهم مهر فراخ چراگاه، پانزدهم اهرشونگ نیکو، شانزدهم پارند، هفدهم خواب، هجدهم باد، نوزدهم دادمندی، بیستم پیکار، دادخواهی و دفاع، آشتی و افزونگری. از آفریدگان مادی هم اول آسمان را آفرید، بعد آب، سوم زمین، چهارم گیاه، پنجم گوسفند، ششم انسان‌ها یا هم مردم، هفتم خود هرمزد. یعنی منظور دوباره باز به ترتیب اینکه میخواست خودش رو تاکید بکنه توی اون بخش، منظور مینوی خودش هست. و گفته شده که آفرینش رو به یاری واحد رنگ خدای انجام داد و اون وای افزاری شد که برای هرمزد که آفرینش رو باش انجام بده. اهریمن بدان پتیارگی از کمال دیوان نخست اکومن را فرا ساخت، یا همون کردار شر، کردار بد، ذهن شیطانی گفته میشه در مسلک‌های جادوگری بهش. سپس اندر، بعد ساول، بعد ناکهیس یا همون نایکیاس، سپس ترومد یا همون تارومت، سپس تریز و زریز، زایریچ و تایریچ و زایریچ البته. سپس دیگر دیوان، هفتم خود اهریمن. اهریمن هرگز چیزی نیکو نیندیشد، نگوید و نکند. او را نیکویی آفریدگان هرمزد بایسته نبود. هرمزد را نابودگری آفرینش اهریمن بایسته نبود. هرمزد آن چیز را نیندیشد که آن را نتواند کرد. اهریمن آن را که نتواند کرد اندیشد. تردید نیست فراز برد. داره میگه که هرمزد کاری رو که نتونه انجام بده نمیکنه، ولی اهریمن اون که نمیتونه هم انجام میده و بهش فکر میکنه، حتی تردید هم میکنه. و در بخش آخر میگه که آفریدگان هرمزد به حالت ماده اسپرم یا همون منی به تری ایستادن در حالت مینویی، بدون اینکه هیچ جنبش یا هیچ حرکتی داشته باشن و اندیشه‌ای داشته باشن. بعد از اون آمیختگی بود به مانند منی و خون. پس از آمیختگی آوردگی بود به مانند دشتگ. پس از آوردگی بخش شدن بود چون دست و پای. پس از بخش شدن فرو شدگی بود چون چشم، گوش، دهان. پس از فرو شدگی چندش بود و آن هنگامی است که به پیشروی ایستاد. اکنون نیز در گیتی، یعنی حالا در دنیا هم، فرزندان همین جوری در شکم مادرشون پدید میان و پرورش پیدا میکنن. هرمزد در آفرینش مادری و پدری آفریدگان است، زیرا هنگامی که آفریدگان را به مینویی یعنی به حالت روحانی میپرورد و همون میشه گفت روحشون رو میسازه، مادریه، و هنگامی که به صورت مادی خلقشون میکنه پدریه. پایان بخش اول کتاب بندهش. امیدوارم خوشتون اومده باشه. مرسی.